نداف. نداف. خانم شماره 12، جزیره هندورابی در کجا قرار دارد؟ جنوب ایران یا جنوب هندوستان؟ جنوب هندوستان. یک چراغ دیگتون هم خاموش. کمخونی ناشی از کمبود کدام ماده غذایی در بدن انسان است؟ گوشت قرمز. گوشت قرمز خب یک نوع غذاست که خانم شماره 9، کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟ نمیدونم. چراغ شما هم خاموش میشه، بفرمایید بنشینید. خانم شماره 10، همین سوال رو پاسخ بدید. مجلس خبرگان. سلطنت قاجار، مجلس خبرگان. مجلس شورای اسلامی. 10، همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارند کیا هستند؟ دو تا کشور. شوروی که الان نداریم، تموم شده رفته. یه موقعی ما شوروی داشتیم، تموم شد، تقسیم شد، الان جمهوری های زیادی داریم اینجا. دو تا از اینها همسایه های ایران هستن که به دریای خزر راه دارن. متاسفم 5 ثانیه‌تون تمام شد. یک چراغتون خاموش میشه. خانم شماره 1، همین سوال جواب بدین. روسیه. نه. آذربایجان شرقی. چراغ شما هم خاموش میشه، بفرمایید. عربستان و ترکیه. عربستان و ترکیه به دریای خزر راه دارن. چراغ دیگری هم از شما خاموشه، شما بفرمایید بنشینید. 1 2 3 4 5. به کسانی که جمعیت را سرشماری میکنند چه میگویند؟ نفوس و مسکن. به کسانی که خانم شماره 6، رشته کوه آلپ در کدام قاره است؟ هیمالیا. در کدام قاره است خانم؟ تو روی زنگ. نارنجستان قوام از آثار تاریخی کدام شهر است؟ خانم شماره 14. یادم رفت، نمیدونم. ببینید زنگ میزنید و نمیدونید چراغتون خاموش میشه. روی زنگ. تمایل به آزار رساندن به دیگران را چی میگن؟ خانم شماره 6. اذیت و آزار. یه دور دیگه ببخشید باشه. اگر میدونستی چرا زنگ زدید؟ اینو من تو ذهنم. اگر نمیدونستید، اگر میدونستید چرا میگید بخونم. تمایل آزار رساندن به دیگران نامش چیه؟ مردم آزاری. نه. یه چراغتون خاموش میشه. گفته بودم از نظر زمانی چه نوع فعلی است؟ خانم شماره 13. ببخشید فرمودید گفته بودم؟ بله. چون من درست نشنیدم. ماضی نقلی، ماضی بعید. صدای شما رو به این کوچیکی من باید بشنوم، بعد صدای من و شما نمیشنوید، زنگم میزنید، بعد میگید چی گفتی؟ شماره 4، کودتای 3 اسفند 1299 را چه کسی اجرا کرد؟ نمیدونم. متشکرم که با این قاطعیت و با صدای بلند گفتید نمیدونم. از کی بپرسم؟ باجه 5. بله؟ 5. خانم شماره 5 بفرمایید. شهید مدرس. کودتا کردن. شهید مدرس کودتا کردن. میرزای شیرازی. متاسفم.